و بعدش توی تاریکی زنیم اومدیم دره مرگ. یه جای آتیش کردیم که بتونیم چی کنیم. بله. بعد از این هم پیاده بالاخره رسیدیم به جای تونستیم به بدبختی آتیشی رو کنیم توی تاریکی ظلمات شب که چشمون نمیبینه. بچه‌ها دروغ هم نمیگیم، ساعت رو نگاه کنین، ساعت 20 معلوم نیست. شاید اگر باورتون نمیشه گوشی لمسی، اینه گوشی لمسی، ساعت 20 معلوم نیست تا ساعت چند اینجا بخواب بمونیم چیکار کنیم، حیرونیم. ولی شاید امشب با اینجا کم کنیم، کیف کولمون هم اونجا میتونیم با خودمون یه وسایلی آوردیم کنسرو چیزی که اگر اینجا قرار باش بمونیم بتونیم تغذیه کنیم. چند تا دوستانم رفتن اون طرف دنبال هیزم و اینا، ببینم هیزم گیرمومی آب و اینا هم پیدا کنن بیارن. حالا شب اینجا شاید کلا موندگار باشه، معلوم نیستش، ولی خوش میگذره، واقعا خوش میگذره. دور آتیش، شب تاریک، یه صداهای عجیبی هم از اون طرف نور مار بگیر، از اون طرف درخت نور مارم بگیر، یه صداهای عجیبی هم داره از اون طرف میاد، معلوم نیست صدا چیه. خیلی کنجکاو شدیم بریم تو دره بزرگ مرگ. گفتن هر کی تا حالا اونجا رفته زنده برنگشته. حالا ما این دل کردیم شب موندیم اینجا چند تا مراسم هم بگیم ببینیم چی میشه. خیلی خوشحالم میشم کانال منو ساب کنید، کانال منو ساب کنید، منو همراهی کنید تا بتونم کلی از این مصاحبه خفن داخل کانالم بذارم. این هم سیگار میچسبه، هم استرس داریم هم ترس، ولی واقعا که خوش میگذره چون اینجا طبیعت خداست و اونجا هم ما نمیدونیم داستان چیه، صدای عجیبی دار میاد. شاید بریم اونجا ببینیم با چی کار کنیم. چند تا بچه همراهی کنن، اونم دو تاشون که گفتن ما نمیان، ترسیدن کلا، گفتن اصلا ما نمیتونیم بیان، ولی چند تا پایی بودن، حرکت کردیم اومدیم. حالا میریم اونجا هم یه دوره میزنیم ان شاءالله تا بتونم اونجا فیلم میگیرم، ولی فکر کنم خیلی تاریک باشه چون چراغ هم روشن باشه امکانش هست اتفاقایی بیفته فیلم شاید نتونم بگیرم. حالا تا همینجاشو گرفتن بقیه مستند که مثلا چی میخوریم چیکار میکنیم اونم کم کم براتون میگیرم. بله فکر کنم صدا گرگ اومد که داریم نفت میریزیم رو آتشا تا بتونیم آتش بیشتر کنیم، اگه چیزی باشه فرار کن بره و سمت ما هیچی نیاد. چه آتش خوشگل دلنشینی. بله نه تونستیم بعد از هم چی یه چوب گرگ کشی در کنیم که گرگ یه چیزی پیش ما حمله کرد با این داخلش بیاریم دیگه چوبی یکی بخورد تو سرش و نکنه دیگه بلند میشه. بله اینجا واقعا جا ترسناک و عجیبی هم هستش. حالا ادامه شده دوباره بازم میگیرم اینو چی میشه. چوب رفتم بچه ها پیدا کردن آوردن، منم کمکشون خورد آوردم. حالا آوردن اینجا دارم میشکنن خورد میکنم بریزیم رو آتش تا نوری داشته باشیم آتشی باشه. اگر گرگ چیزی اومد نصیب گرگانشیم امشب. حالا نمیدونم تو کوه داره صدا عجیبی میاد، صدا گرگه صدا چیه واقعا نمیدونم، ولی اینجا واقعا اوج ترس و هیجانه. قراره که خوش بگذره. بله یکی بچه رفت یه درخت بزرگی پیدا کرده بود که فکر کنم امشب راحت بتونیم داشته باشیم جا. حالا نمیدونم بچه ها میگن، من میگم اینجا میخوام همینجا بخواب، ولی میگن نباید به راهمون ادامه بدیم و حرکت کنیم تا برسیم به منطقه جای بتونیم اونجا استراحت کنیم. ولی من که دلم میخواد اینجا شب بخوابیم همینجا پای آتیش، ولی گفتن که خیلی خطرناک،
حالا معلوم نیست بچه ها تصمیم بگیرم بمونیم یا نه. چی میگی بمونیم؟ حاضرین بمونیم امشب یا نه؟ هیچ کس کنار هم نیست بچه. واقعا ترسناک شد یه لحظه. کجا رفتین شما؟ من نمیبینم شما رو. بچه کجایین؟ بیاین. من تا نمیترسم. یه صدایی دارن نزدیک میاد. اوه من برم ببینم چی شد. چرا بچه ها کجا رفتن؟ بله اومدیم یه جای یه مش کنده ای ریختن. اومدیم یه خورد چوب جمع کنیم بریم بریزیم رو آتیشا دوباره. حالا از اینجا به بعد با فلش گوشی خودم دارم فیلم میگیرم. اینجا واقعا یه جا خوبی پیدا کردیم. تونستیم یه انبار چوبی پیدا کنیم که امشو سر کنیم. 4 تا کنده بزرگ پیدا کنیم. اینا به درد نمیخوره. 4 تا کنده بزرگ باش که بتونیم امشب اینجا بسوزه. یا اینا بکش بیرون. نگاه مثلا اینا خوبه. از اینا پیدا کن. صدا گرگ دار میاد بچه. فکر کنم این منطقه گرگ هم داشته باشه. واقعا اینجا منطقه خیلی ترسناک و عجیبیه. خیلی ترسناک و عجیب. گفتن اینجا گرگ هم هستش. حالا نمیدونیم شاید نهار گرگا بشیم یا نشیم. نهاری شامی چیزی شاید یه هفته غذا داشته باشن. این ما تکبار کنم. اینا یه نمونه درخت های اصلا جا وحشتناک. صدا آبم دار میادم اینجا. بله بله آماده شدیم برای شام امشب. یه چیزایی داشتیم قبل آمادهشون کردیم. رشوشون تورت به میز. الان میخوام ببینیم چی بشن. چی شکاری بشه. نه اینم لحظه جواب کردن اینا در کنار یه جای تاریک و گم. و بله در کنار آتش و یه خورد نون و اینا پیدا کردن. تونستیم کبابی درست کنیم و شبمونو بگذرونیم. کلا صحرایی کلا صحرایی اینجا. لاکچری بازی تعطیله دی. کلا صحرایی اومدیم اینجا دور هم با بچه ها خوش باشیم. بکنم اون سرش من خوردم. بله من برم بخورم که دیگه اینجا نخوری دیگه کیست رفت. بله داریم دوباره حرکت میکنیم سمت خونه که بچه ها مشکل برای پیش اومد و آماده حرکت شد. توی صخره و کوه و دشت و بیابون آره میریم این موقع شد. رای پیدا میشه یا خسته شده. بله آیا امشب به مقصد میرسیم یا نه؟ نمیدونم. یه نوری از دور را پیدا میشه. فکر کنم روستای چیزی باشه.